چرا فالبین کافر است؟ یک کسی فالبین آمد مرگ فرصت من چرا کافر هستم؟ گفتم تو به خاطر از این دلیل کافر هستی و مراجعین دلیل بگوید. گفتم من خلاص دلیل بهتون میم دلیلش. تو به خاطر از این فالبین کافر است که فالبین وقتی کتاب آواز میکنه بر از این نفر میگه که یک هفته بعد سر تو یک مشکل میایه. یکی یک هفته بعد سر ما مشکل میایه. تو فالبین از کجا فهمیدی؟ تو ادعا میکنی که تو عالم الغیب هستی. وقتی کسی علم غیب الله را ادعا کرد این شرک از اسماء و صفات الله. چرا در قرآن صراحتا ملائکه غیب نمیفهمه. و اذ قال ربك للملائكة إني جاعل في الأرض خليفة قالوا أتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء. بعد پسان وقتی که میگه وعلم آدم الاسماء كلها این قصه را بعد پسان این بیان میکنه الله